سلام علیکم. لالا خوبه؟ خیلی سیاره هستیم. خیلیاته باشه بخشیش باشه برار به تعمید دی شما به نام جبار کسی هسته؟ جبار؟ بله ها. بله ها. کجا میشینه برار می جبار نام؟ جبار نام به تعزو قله. تعزو قله؟ بله ها. خله را دوره؟ نه برار چرا جبار چی واسطه شما؟ کار داشتم بری بمیته کار خوبه گلارم. ما برار به شهر تالار داریم بفهمیدیم؟ بله ها. یک دو نیم ماه پیش دمی جبارنون بیامد عروسی برار خور به تالار ما گرید. صحیحه. یک کمی پول 35,000 روپیه از حسابم تالار بمونده بود به پیشیو. 35,000 پول؟ بله ها. با ما گو سبان پس سبا میارم هم تکبر رفته 2 نیم ماه میشه هنوز سبا و پس سبا ناماده. هنان میمیت سراخ کرده بیامدم که تا به می دیر پیدا کردم گفتم به می دی میشینه منطور نفهمیدم که به کجا میشینه. شما آدرس دقیقی به ما بگیم برار جو که ما برم تو رو بهم پیشی و پیدا کنم. بیلا ماما جبار دومات کاکامه پس امو عروسی به تالار شما بود؟ دومات کاکاتونه برار جو. پس خوبه دیگه برار جو من یک راهنمایی بکن بهم پیشی و من نزدیک کو دیگه تو کار نداری برار من که من می پولکا خور ازی بستونم. ماما یک چیزی به شما بگو امی بسته عروسی برار خو از امی دی کلا وردشته آدرس مایی یا شما از زبونی می چی بزونه میگی؟ نه برار جو از زبونی تو چرا بگم؟ صحیحه برو من به شما به سر شما امتحان کدو. خب صحیحه گه پینیه امی تکه میریم امو درختا همه درختا بنوش؟ امو بلوکا میبینی؟ به زیبر او ای گل خود جمع میکنه همه گل خود جمع میکنه؟ بله خوبه برار جو خیر بینی تشکر برار من خیر بینی تشکر بخیر بشی برار جو انا من 2 دقیقه خون میرسونم صبر بکو مال خود تو گفت میزنم. باش سلام علیکم. سلام علیکم. اشتنی لالا خوبین خیریت تیار هستی؟ جان شما جوره؟ خیلی سلامتی. خیلی خوش آمدین. سلامت بشی. میگم جان لالا جو اشته هستی؟ شکر. پرسیدن ای بینه باشه. گفتی سبا تخجم کنی پس سبا پولار میارم. فکر کنم 2 نیم ماه نزدیکی سم ماکوبو شد نه؟ یعنی لالا باور کو از اون روز کمی عروسی همی بچه رو بکردم باور کو همیت دستم دیگه همیت تنگ شد که اصلا دیگه نتونستم 2-3 بار اما زنگ زدم برای شما گوشی شما به دسترس نبود. 2-3 بار به می ما زنگ زد گوشی ما به دسترس نبود. تو لالا فکر نمیکنی که ما پول برق داریم ما پول تالار داریم ما کرایه داریم بود تالار از خودمانیه ما هم کرا میدیم ما پول شاگرد داریم پول آشپز داریم به خاطر امی شرف دین و دین و مرد که برارا دینی منم و همون روز به تالار به محفل شما خبر بودم من اونار که بدیدم هیچ چی نتونستم گفته به تو آدم تو هم کرا خور بگرفتی و برفتی حق و رب با باز به ما به می دوم ما زنگ زدی گوشی ما به دسترس نبود زنگ مستی چه کار تو کو پس با پولار بیار همین دیشه لالا جگر همین دیشه باور کو بام خونه بشیشتم صحبت کردم همین امروز صبح ما ماستم بیام به تالار به پیش شما همین باز همین به چی کار مستی بیای به تالار پیش ما بیایم کمی حسابو خورم پولار بیاری نه که مثلا بگم ولی دستم تنگه مثلا 2 ماه بعد 1 ماه بعد دیگه میدم سم ما تیر شد با 2 ماه بعد دیگه لالا جو تو خبر نداری که کسی از تالار
که بیرو شد مجلس خور بگیری 10 روپیه بمونه صاحب تالار مرات نمیکنه به کسی یا نمیسته که دیگه تو چیزی هست لولو کف دست کمون نداشته باشه نمیشه چیزی کنده. ما گفتم بیام پیش شما همونجا ورزشی بکنم لااقل یک 20 روز یک 2 ماه یک ماه همین چیز دیگه ما فرصت بدیم. ما باور کو گوسپند دارم همین کمک مالداری دارم همینا رو ببرم گنج بفروشم به مرور زمان بخیر پولا شما رو بیارم. یعنی شیر مادر تو لالا جبار زنده باشم. من میگم شیر مادر تو خودی عزیز زبون چربنرم تو که خودی عزیز زبون چربنر به خود تو خور میلیونری داری کاکا 10 روپیه هم به کنج کیسی تو نیه. زنده بشه لالا جگر. همین زبون رو سر کلم و فدای سر شما با حساب برادری که هست خود آدم بعد خودی طرف همین طوری صحبت کنه که طرف مقابل بفهمه که من پول ندارم. یعنی همین عمله که ما خودی شما صحبت میکنم یعنی به شما میگم فهموندم که من پول ندارم. پول نداشتم که بیام پیش شما. خود تو که پول نداشتی کاکا جون من برات تو به تعدید تو آماده بودم که تو بیا به مجلس برار خور به تالار ما بگیره یا تو مر میشنختی یا میشناسی مر دو ماسه ما میشه به تو صبر کنم من هنوز دگم صبر کنم که تو گوسپنداخ و مالداری خور بفروشی. چرا روز اول که عروسی برار خور میکردی نفروختی تمام همین دیار همه تو کلا کردی که کالبا مر میگبدی. یعنی من کلاوردارم؟ نه فهم کلاوردارم که به تو دو ماسه ما صبر کردم. کجا بخیر لالا؟ کجا؟ یعنی چی؟ یعنی ای که برار جو هر دم 35,000 مر آوردی بیا به دم تالار گو خورم برو. صاحب کلو شو میاد دیگه صاحب کو برار گلو. کاره همین گو باور کوم راست تو بگو منو پولای ندادم. من میگم لالا جونیه همین گو نیه از تو نباشه دگه کس هم 20 روز دیگه به ما وقت بده. 20 روز چی که 20 ساعت دیگه به تو وقت نمیدم. لالا 10 روز وقت بده. کاکا جو 1 ساعت دیگه من تو وقت نمیدم تو. هر دم 35,000 مر آوردی بیا گو خور تالار ببر. گپ مفتی اله بیل نازی برار جو. لالا جو همین گوام پولای امانت هنو نبردم ندادم. با خاک که امانت من چی خدمت کنم. برو کاکا برات کار خوب برو. ببین مثلا ما یعنی رو جوانی همینه که تو در خونه مر برداری ببری. جوانی همینه که گفتی پس ما بیام سم ما میشه. من کاری میشناسی که جوانی صبر کنم. الهی شب سحر گرده بزودی گل از غنچه به در گرده بزودی تمام گل کا پژمرده گرده گیپا گل من. تو خود کلی گنده خوندن میخونی مرتکه شاید تولا برات پولا خوی آماده. اشته برات پولا آماده؟ اشته اینا داره همون تالار که عروسی خو گرفتی ها شاید تالار بیا آماده برات پولا خو. نه بابا اوه با بیلا او شومی تا گیپ اگه اختلاط شد بخونم مادر میگفتن که جبار نانو جو چکار که دی پولا تالار مسلمان بدادی. نانه جبار گفت که نه براد از این گپا نگردیم اون مردم مصرفیات زیاد دارن بلکه معیاد بره 10 تا کتابچه داره نمشته کرده او خدا میدونه او قالب یاد نه آن ما چون 70 چند روز میشه گفتن اگه بیمیدی ما را کجا پیدا میکنه. ما چون می برات پولا خو برات جبار میگه. چی گو با تو مرتکه؟ گفت اکثرا جبار بلدی گفتم نه. خب او مرتکه خود شاید دیگه کار داشته باشه مستقیم بگو که گفت ما شاید تالارو میشته مستقیم ان مستقیم دیگه. خود تو چی گفتی گیپا؟ ما گفتم نه سرای به کجا بلدو. آفرین خداوند تو به دین یا کار نکنه گیپا. گفتی نمیشناسم؟ نه خواهد یک دیگه برای بپرسم میشناسه دیگه یک دیگه چی خبر داره. راست عقل مرتکه میکشه که بابا یک دیگه بپرسه. نه سرقیه او تالار خاطر چی درست کرده. راست میگی سرقیه. گیپا جو پس از اینجا خطرناکه اوزا وقت ازم برو ها. وقت دیگه خوب گم کو. همه روزان که ما شادومات بیدو ملکو ببینه به کل میشناسه. نمیشناسه سرقی من به تو میگم مسئله میگم. مسئله اگه اینجا نشینی اینجا بیخی کشمشی میشه. راست میگی بله. برای من بگو که گیپک لالا گیپک سعی کنین چی میگه؟ تو به کجایی از سر صبح ها؟ تو از سر صبح به کجایی؟ تو مخزن نمیگی که یک چکاری بیام من سر زمین ها پیش گو جمع کنم. آخی گو ما گسالی زردی زید اشته
اشتی نداره. گو ما که شیر میداد. صاحب تالار که عروسی تو به تالاری گرفته بودم بیام سر زمین پول نداشتم که بودم گور واکت وردش ببود نمیفهم کدو خیر ندیده بیام دو بری آدرس رو داده بود. بابا گیپک مرتکه پرسان که گیپک گفتی بیده این جبار اینا اینجا نمیشینم. آنه بپرسی. از تو بپرسیده بود. آه. چی گفتی برای او؟ گفتم اینجا نمیشینم. بابا اینا گفتن نمیفهم کدو خیر ندیده گفته دیگه. حتما یکی بوده بگفته. گو واکا بابو. چیکار میکردم؟ ما که پول نداشتم هر چه عرض زری کردم گفت یا پول یا گور وردش ببود به آخه تالار. گو ما با چند بخریدین چرا گو دادین؟ حالا بابا چیکار میکردم؟ مرتکه بسر دست پاکو میکردم بسر زمین میزدم. حالا به نظر تو گیلک چکار کنم من؟ پیش کی برم بر 4 گرم پول خرج کنم که گوه به تالار برد؟ یک کار دیگه ما بکنیم لالا. چیکار کنم؟ عقل شما بیشتر میکشه. خوب نیلولا دختر خوب پری رو عروس کرده. خوب مرتکب خیالم که 100 تا پینجی ازری 100 است پینجی ازری بری به پیش بگ داشته. ما این بری وضو بگیم قصد کن. عروس کی؟ گردن ما دستمال معاف خرگنده بوی میده بیش کرده. چشما تو هم تا دیلمه. برو بسرا که ما برو پیش پول خرج کرده برو. ها آنه گیپک بله جوان سر یک کار دیگه که بیا بریم همین تالار تو بلدی شما هم که امروز خبر بدیم بیا بریم همین تالار با ما آدرس برو ما سرگی چون همین تالار خودتو گو و واک کنیم داریم بیاریم ها اون مرتکه 20 تا کامره به نصف کده تو میتونی بری گوه وا کنی بیاری. یعنی تو سیکو که شانس ما از سنگ میجه. اشته نور جو خوبی؟ خیریاته. جان شما جوره. یا راست انشالله. شکر الحمدلله. همین عمل ما سون بیام دام سرا شما به خاطر یک کار خوردی که امروز خیریت باشه. خیریت فقط امروز هم یک لطف برادری برای لالا خود جبار بکو. شکر کنم کاش که کاری دستم بیای ما به خدمت شما. دیگه کاری نیه جبار جو چه بس هیجان داشتم برای تو گفتم جبار جو. خب اول کو تبریک باشه دختر رو نامزد دار کردیم. خداوند همیشه اونا رو به خوبی و خوشی زندگی خود سپری کنم. لالا نورولا جان دستم بند برور خوب بگردم. اولی بحث از اونیه که شما بگیم فکر کنیم سکو جبار به خاطر از این خبر شده که من دختر خود نامزد دار کردم برات پول آماده. یک کار چلونیه فقط همی 40,000 برای من پول به کار دارم. همین فقط برای تو قول میدم که بهم صرف همین ما هم بشیم 40,000 بیارم برای شما بدم. خیر بینین سلامت باشیم. واقعیت بگم که من که دختر خود نامزد دار بکردم قبول دارم گپ شما. منتها لالا عبدالجبار ما رمی شمسدین عطل اسپره کرد. همین سر روز پیشتر که ما دختر خود نامزد دار کردم قبول دارم 1.5 لک به سر فاتح دست پک داشتم. باور بکو کمی صبح چاش نمازدگر بدم سرام همی تک هم وام کدام میدیدم همی شمسدین برات پول آمدم. آخر همی شد که همی 1.5 لک وردشتم ببردم هم دم سرای گفتم انی بگیر کمی یک پینجه‌ای که خیلی یا کمی به من همون. حالا هیچ نمیتونم گیری کار ما بهم 40,000 وا کنی. ما زمین از این که خبر داریم بخریدم. برای بو گفتم که من دختر خود خیلی نامزد دار کنم و به تو پول میدم. چرا بزو قولم بکرده بودم. همین دختر خود نامزد دار کردم همین پولی که اینا با ما دادم مستقیم ببردم بدم سر ازو برای ازو تحویل کردم. دیگه توان 10 روپیه که بگم گیری رو میکنم من نمیکنم. نمیتونم. باز من دل خود جمع کردم گفتم باشه برم پیش لالا نورالله که امروز هم روی مرور داره و این مشکل ما حل شه و من پول خود سر وقته بود. کاش که بیدی از شما کی بیدی. خدا لالا جان بخیر باش. خدا ایلاگستانی برو. نه خوب بخیری. جان تو جوره. چی گپوه؟ برای سلامتی. با برار تو جبار برات پول میگش پول خرج. بله یا گو بردم. چطور گو بردم؟ مرتکه خو چرا؟ مرتکه که گو مر بیامد پیش برال ما جبار وردشته ببرده گفته که چرا پولا تالار ما نوردیم پولا عروسیمه. پولا تالار؟ پول تالار قرض داره برد. 5,000 و 30,000 انا گو وا کرده وردشته ببردن حال برال ما گفته من میام. آخه برال ما گفته میام پیش شما میام که دختر خو نیلیلا نسبت دار کرده
انا پول استونده برم از این پول قرض کنم 35,000 پیش می بیامد برار خور بگردم. بده دی پول. او 35,000 قرض داره، با ما گو 40,000 با ما بده. نه گو ما اتالا 35,000 قرض دارم، مرتکه گو ببرده گفته پولا ما این بیارین، نه من گو شما به 35,000. خب یعنی از پولا تالار برار تا قرض داره برات پول قرض نگیره. عروسی ملگه. عظیمی وقت چند ماه شد از عروسی تو؟ دیشب پدیشو کنانم حساب کرد یک کم شو 8 شد. با تا حال پول تالار مرتکر ندادیم شما. نه برا خب پول نبود دیگه، انا خسور خط نگیری از ما. خسور ما خود 90,000 بمون. خب این 90,000 با ما دی پولا تالار همینجا با بال شما 90,000 ما دیگه چیکار میکنیم؟ خسور من گفته برادر خیر و شاله که شما میتونستین نیم سال نسبت دار بدگی لک 90,000 بموندن هفته 5,000 4,000 به ما روبرو بیاریم، مال که اشتباهی بشده دیگه چه کار کنم؟ میتونم دختر خود نتون بزین، این هم دوماد من بزو بر پینک خواهم بزنم درد میکنه، بزی بر پینک خواهم بزنم درد میکنه. برای من بزو خط نمیشته که گفته به خدا خرج نمیکنی، به دل خوب گفت یعنی به خسور تو میده. نه بچه میگه نه جو گناه داره جبار، تو کی تا دارم 4 کلایی نمیدی. میگه برو بابا پول پیشکش کی داده. یک چیز دیگه ما تو گنگی لک فقط همین مردم همین قلیمانیه، همین تعقیب داره که کی دختر خور عروس میکنه چریپی بگیری میفته که با یک دیگه بر ازو قرض کنه. من ایرانم که چی رقم اصلا من نمیفهمم که من برار تو با کی خبر داده که من دختر خونم زادار کنم دویده که پیش ما اومده که ما گفتم خود نانه که اختلاط کنم من بگفتم. خب تو که خبر داری که من زمین خریدم، خبر نداری از این زمین موسم سدی چنسه بدین کامل بخریدم که ما بجو بگفتم که دختر خونم زادار کنم پولا تور میدم. خب دیگه هم که خبر شد که من دختر خونم زادار کردم، هر چی که به من پول دادم بردم دادم بجو دادم. راست میگی. برای گیلا کار نداری برو. خداحافظ خیر بینی. یاره این برور تا جبارم بعد 400 با خسور تا گفته دیگه نمیدم. نه بجو نگو بوستگیم. خب چی رقم؟ خسور میگه گفته گردنم بند باشه خرج نمیکنی. خب اگه بمی تالار والا میتونه نمیشد می گاو اگه نمیبرد بجو هم شما پولی نمیدادین. نه والا چیکار کنین دیگه.